سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه حرف عین می باشد. برای یافتن مخرج آن پیش از این حرف الف و فتحه می گذاریم. ا مخرج حرف عین این میانه حلق می باشد. چنانه که از درس پیشی به ما معلوم گشت، مخرج حرف ح نیز این میانه حلق بود. پس باید فراموش نکرد که مخرج حرف ح و مخرج حرف عین یک می باشد. حرف عین با فتحه چنین خوانده می شود: ع. با کسره چنین: عی. با ضمه چنین: عو. لبها به پیش برآورده می شوند: عو. حرف عین حرف چهار شکله بوده پیش از خودش و بعد از خودش به حرف دیگر پیوست می شود. حرف عین در اول چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به حرف بعد از خود پیوست می شود، و در بین چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به حرف پیش از خود و بعد از خود پیوست می شود، و در آخر چنین نوشته می شود: از طرف راست به طرف چپ به حرف پیش از خود پیوست می شود، قسمش از خط می گذرد، و در علاهیدگی چنین نوشته می شود: قسمش از خط می گذرد. اکنون بیایید با هم مثال ها را می خوانیم. مثال اول: عین فتحه نون سکون عن. مثال دوم: عین فتحه میم سکون عم. مثال بعدی: سین فتحه عین سکون سع. مثال دیگر: میم فتحه عین فتحه مع. مثال دیگر: عین فتحه را فتحه با فتحه عرب. مثال دیگر: عین فتحه جیم فتحه میم سکون عجم. مثال بعدی: عین فتحه جیم فتحه با سکون عجب. در اینجا حرف با حرف قلقله می باشد، صدا می دهد: عجب. مثال دیگر: عین کسره لام سکون میم ضمه علم. مثال دیگر: عین ضمه میم سکون را ضمه عمر. مثال دیگر: عین فتحه سین سکون کف فتحه را سکون عسکر. مثال دیگر: عین فتحه یا سکون لام فتحه میم سکون عیلم. مثال آخر: جعفر. در وقتی که حرف عین با سکون می آید احتیاط شوید که صدا ندهد، یعنی چنین نخوانید جعفر، این خطا است، بلکه چنین خوانید جعفر. بیایید مثال ها را بار دیگر تکرار میکنیم. عن عم سع مع عرب عجم عجب علم عمر عسكر عيلم جعفر
این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی قاعده، شکلها و مثالهای حرف عین را در دفتر کاری خود بنویسید. سعی و کوشش کنید تا الفبای عربی را به آسانی آموخته به قرآن خوانی شروع کنید. در آخر دعا میکنیم که خداوند به شما آسان گرداند تا خواندن کتابش را تیزتر از خود کنید و اینچنین دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.